کوتاهی تاندون آشیل در کودکان. اگر احساس میکنید که کودک شما ممکنه مبتلا به کوتاهی تاندون آشیل باشه، در این پست همراه من باشید. یکم راه برو. موقع راه رفتن توجه کنید به راه رفتن کودکتون. اگر موقع راه رفتن پاشنش کامل روی زمین قرار نمیگیره یا تو حالت چنبات نشستن پاشنه پاش رو زمین قرار نمیگیره، حالا بریم با هم تمریناتش رو انجام بدیم. تو تمرین اول از کودک میخواین که روی یکی از پاهاش بیسه، یکی از پاهاتو بگی بالا. مامان آفرین. به این حالت و اگر باز دیدید که پاشنه کامل رو زمین قرار نمیگیره، با فشار ساق میتونید پاشنه رو به زمین برسونید. از این سطح شیبدار برای کشش بیشتر تاندون آشیل میتونید استفاده کنید. به این حالت که روی یکی از پاها بیسته و شما با فشار سعی کنید پاشنه رو به سطح نزدیک کنید. انجام تمرینات تعادلی خیلی به شما کمک میتونه بکنه. برای انجام این تمرین تو منزل میتونید از چند تا بالش روی هم استفاده کنید و از کودک بخواید که وزنش رو روی پاشنه و پنجه انتقال بده و اینطوری حس عمقی مچ پاش تقویت میشه. برای اینکه نتیجه مطلوب بگیرید بهتره که 20 دقیقه تا نیم ساعت در روز به مدت چند ماه این تمرینات رو انجام بدید. اگه بعد چند ماه دیدید که نتیجه خاصی حاصل نشد با این تمرینات، میتونید به فیزیوتراپی مراجعه کنید. با روش‌های مختلف فیزیوتراپی میشه کوتاهی تاندون آشیل رو درمان کرد. اگه این تمرینات براتون مفید بود، پیج من رو فالو کنید.